قدرمنو دوستانو د همت خیریه بنسټ د کومکونو په سلسله باندې نن ورځ راغلی وو شارنو ساحې ته، لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې وینئ، او د هرات رستورانت کوڅې ته دلته یو مورکۍ ته مو یوه غرفه ورکړې وه، نو د بعض مشکلاتو په اساس په هغه وخت کې ونه توانېدلو چې مورکۍ سره نږدې نه مصاحبه ولرو. نو مخکې له دې مورکۍ دلته په ډېر بد وضعیت کې بوټونه رنګول ناسته وه، نو موږ وکړی چې د مخلصو ملګرو او با احساسه ورونو د کومکونو په ذریعه چې دې مورکۍ ته یو غرفه کېږي. نو راځئ له مورکۍ څخه واورو. سلام علیکم مادر جان، خوب هستین؟ بخیر؟ سلامت؟ صحت شما خوب است؟ خیراتی است؟ بخیر هستین؟ چال داره مادر جان؟ شکر شما خوب هستید؟ بخیر هستید؟ زنده باشی. خیرات سر شما که همین دکان به من داده بودین یک مقدار وقت این قلب بود دیگه، اون مواد که داخلش بود من سودا کردم خلاص شد خوردیم. این حال شرکت ها موترها میاره بر من این مواد همیتا پس که آمد سودا شد پیسش میگیرم میرم، اما من خودم پول ندارم. من داخل از این پردم یک وقتی که این قلب هم بود نایا میگه خیلیه ایره پس که تو مال نمیپردی. این حال که من اگر پیسه نداشتم جای مال نپردم مجبور استم ایره قلب کنم. خودم اولادار هستم، کرای خانه میتم. هر روز یک طالب آمده زندگی ما بسیار خراب است. نمیال من شب و روز خو ندارم که کدام مواد از این با وقت سودا شد که من پیسه ضرورت مگه نتم بود بر من دیگه مواد نمیتم. من پیسه ندارم، خودم که من داخل می کمک کرده بود. مادر جان همین غرفه را از طرف دوستا در استرالیا زندگی میکنه دیگه. همین کمک همراه شما و در چند نقطه دیگه برای چند مردم بزاد چیز کرده بود. کمک کرده بود چند وقت پیش. در برف آمد 6 تا بدم آمد برای من میره کمک کرده. یک مصاحبه داشته باشیم. خیلی ببینم خیلی ببینم میشه از چند وقت آمدن غرفیت بند بود. نه چرا بند بود غرفیت؟ غرفه من بند بود بایی بود که من خاطر پیسه نداشتم دایی مال بردم. نال یک تو چند نفر چیز کردیم میگیره مال میپرده بود، مال دایی جاندو پیسه سودا کم پس میمونه دیگه. یک بستی از او نمیشه مکمل یک روز سودا شد دما 120 روپیه میمونه. تو ما 120 روپیه تو چی کنم چند روز که سودا شد؟ یعنی غرفیتان بند بود، پیسه نداشتید؟ پیسه نداشتم ما که مال برد. از طرف کسب و چیز نشده بود؟ نه از اینجا وردار؟ نه او را خب باز نه هیچ کس نگفته که سکو مقصد هم گفت که چیز کو پیسه که می داشتم دای مال من داشتم غرض نداشت وقت نگفت. چند وقت اینو میبینیم که انشالله که در غرفه غرفه مال گرفتیم. من موترو میره برای میبونه خیلی ببینه که شما دوستا خدا عمر دراز بده. پس که سودا کردم میبره پیسه شد دیگه. من جان طوری که قبلا چیز پول نخ ندارم. شاورم دن طوری که دمی چیز در ولایت چی نشد اونجا اون بود رنگی میکرد مردک. این حال این مشکلات زنده. 4 دختر دارم، یک بچه مولد است بیکاری موترشی دیگه. امیال موترشی میکنه دیگه، مکتب میره از مکتب پس میره موترشی میکنه دیگه. نه حال این قسم این حال طالبان رنگ مالی میکنه، حال بوتارم رنگ میکنه. بخیر باشد. آینده ما از دوستا تقاضا میکنیم که همراه شما کمک کاری کنه تا بتانیم. چی تقاضا داری که تقاضا میدارم که اولادایم کلش مکتب بخونه و یک زندگی خوش آرام داشته باشم دیگه. حالا فعلا چیز دیگه کدام چیز کمک کار دارم که مال پیسه بتن یا خودتان بخرین برای من جا پرتین من اونجا بشینم که از این پس یخ میشه برف میفته باز من چی کنم داخل. درست از ما ان شاء الله از دوستا تقاضا میکنیم زنده باشی خیر ببینی خیراندیش ما زنده باشی زنده باشی. محمد صابر است زنده باشی. خداوند عمر طولانی را نصیب تان کنه. اینا من دعاگوی تان هستم دیگه. همون کسی که در استرالیا سورم سلام زیاد برش میگم دیگه که برای من بسیار کمک کرد. اینا میره خرید مواد انداخت. خداوند عمر طولانی را کل تان نصیب کنه. حتما ما ان شاء الله صدا شما را میرسانیم. بسیار برای زیاد سلام بکن. تشکر. دوستان عزیز جا داره تشکری کنیم از تمام دوستا که در قسمت مساعدت با همچه فامیلایی که شما در تصویر میبینین همکاری کرده. تشکری خاص میکنیم از منصور جان در برزبون استرالیا زندگی میکنه، از انجینر صاحب عثمان همایی که در امریکا زندگی میکنه، همچنین دیگر دوستای ما که در افغانستان هستند همیشه کمک و مساعدت خود کرده. و همچنان یک خواهر ما که نخواست نامش ذکر شود از وزیر اکبر خان
کابل همراه ما مساعدت کرده بود که همچی فامیلا را کمک و همکاری کنیم. تشکر از تمام دوستا